سلام و عرض ادب، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستای عزیزم، توی این فایل میخوام بهتون تکنیکای فروش تلفنی رو یاد بدم، چون حقیقت شما وقتی از طریق دیوار دارید فروش انجام میدید 99% فروشاتون از طریق تلفن هستش. حالا تو چت دیوارم میخرن، ولی خب من این آمار رو از اونجایی میدم که خودمون مثلا تو 10 روز گذشته اگه 30 تا سفارش گرفتیم 3 تاش از طریق چت دیوار بوده، 27 تاش از طریق تماس تلفنی بوده. شما توی تماس تلفنی کاری که میکنید اینه که باید با دو تا ابزاری که دارید رو مشتری تاثیر بذارید و اعتماد سازی کنید. حالا این دو تا ابزار شما چیا هن؟ این دو تا ابزار، یکی کلماتیه که به کار میبرید، دومی لحن صحبتتون هستش. لحن صحبت شما باید سرشار از انرژی باشه، یعنی با انرژی باید جواب مشتری رو بدید، نه اینکه صرفا یه دونه دوتا زنگو با انرژی جواب بدید. خیلی وقتا پیش میاد که مثلا شما شروع میکنید پاسخ دادن به تلفنتون، نفر اول زنگ میزنه با انرژی حرف میزنید، دوم، سوم، چهارم، بعد نفر پنجم زنگ که میزنه، خب شما از اونجایی که مثلا 4 تا تماس داشتید و فروشی نداشتید شروع میکنه انرژیتون پایین اومدن، یعنی یه حالت فس جواب مشتری رو میدید که این باعث میشه صاف اونی که مشتری میخواد از شما بخره نخره. یعنی شما تلفنتون رو که برمیدارید جواب بدید، این گوشی رو باید با انرژی جواب بدید. تا زمانی که دارید جواب گوشیتون رو میدید باید با انرژی صحبت بکنید تا به قولی بتونید از طریق اون تأثیری که با اون انرژی میذارید روی مخاطب کلا داستان رو دست بگیرید. شما اگه توی جمعی برید 2 نفر 3 نفر دارن صحبت میکنن، اونی که از همه بیشتر داره بلندتر صحبت میکنه معمولا میبینید که مجلس اون گرفته دستش. خب توی فروش تلفنی هم همین جوریه. شما زمانی که مشتری زنگ میزنه باید خیلی با انرژی سلام قربان، روزتون بخیر، چجوری میتونم کمکتون کنم، یعنی یه جوری که در واقع اون پیش شما اون کم بودن انرژی خودش رو حس کنه و تأثیر پذیری بیشتری از شما داشته باشه. پس این شد لحن و انرژی که باید بذارید واسه صحبت کردن. خب و بعدی میشه کلماتی که استفاده میکنید. ببینید دوستان، شما 2 تا ابزار دارید دیگه، یکی لحن، یکی کلماتی که دارید استفاده میکنید. من به شما توصیه میکنم قبلش تمرین بکنید تا بتونید روی مشتری بیشترین تاثیر رو بذارید. کلمات شما پشت تلفن خیلی مهمه، چون باید اعتماد سازی که صورت میگیره بر اساس اون کلمات باشه. اون شخصی که پشت تلفونه و از شما میخواد بخره شما رو ندیده که، نمیدونه شما چه شکلی، هیکلت چجوریه، تیپت چجوریه، پول داری نداری، همه این چیزا رو شما خودتون میدونید. اون طرف برای اینکه به شما اعتماد کنه و با شما ارتباط برقرار کنه فقط از لحن و کلام شما میتونه این اعتماد رو بگیره. یعنی شما از طریق این 2 تا ابزار فقط میتونید انتقال بدید اون حس اعتماد رو به مشتریتون که بتونه از شما بخره. پس چه جوریه؟ شما الان مکالمتون رو که شروع میکنید اول از همه زنگ تلفنتون رو بین زنگ دوم و سوم جواب بدید. هیچ موقع نه خیلی زود، یعنی همون اولین تماس بردارید، نه اینکه بذارید مثلا 10 دقیقه از خودش زنگ بزنه، نه، 2 تا 3 تا تماس برقرار شد، یعنی 2 تا 3 تا بوخ خوردهش سری بین 6 7 ثانیه بعدش جواب بدید. خب این کار باعث میشه که خب یه حالت روانشناسیه که ما داریم ازش استفاده میکنیم، مشتری احساس نکنه که مثلا شما خیلی هم علاقه دارید که مثلا مشتاقید که سریع گوشی رو جواب بدید. این یه تکنیکیه که ازش استفاده کنید. بعد از اینکه گوشیتون رو برداشتید با کمال احترام با مشتری صحبت میکنید و سعی میکنید همین اول تماس توپو بندازید تو زمین مشتری. چه جوری؟ مثلا خودتون رو معرفی میکنید. حالا اگه زیر اون آگهی که زدید توی دیوار نام خانوادگیتون رو نوشتید که معمولا با همون نام صداتون میکنن و شما میگید که خب بفرمایید من در خدمتتون هستم. این در خدمتتون هستم باعث میشه که همین اول توپو بندازید زمین مشتری. شروع میکنه ازتون پرسیدن. سعی نکنید اوایل مکالمه شما زیاد صحبت کنید. ببینید فروشنده موفق فروشنده‌ایه که تو 2-3 دقیقه اول تماس زیاد حرف نزنه. سعی کنید از مشتری اون اطلاعات ناقص رو بگیرید که بعداً بتونید بر علیه خودش استفاده کنید. از دقیقه سوم به بعد معمولاً باید یه فروشنده خوب بیشتر از مشتری صحبت کنه. مثلا میگه بابت آگهیتون تماس گرفتم،
این آگهیتون شرایط چجوریه، بعد مثلا قیمتتون چجوریه، ارسالتون چجوریه، شروع میکنه به صحبت کردن. خب شما بذارید قشنگ همه سوالاشو بپرسه، بعد شروع کنید به توضیح دادن. من گاهن دیدم بعضی از فروشنده ها مشتری تا یه سلام میگه شروع میکنن خب ما اینو داریم اونو داریم، این قیمتش اینه، اگه بخواید این خودش تخفیف خورده انقدر شده. نه، ببینید اینجوری مشتری میپره. شما باید اول با مشتری آروم صحبت بکنید، یه جوری که دارید حرفاشو گوش میکنید و نمیخواید بهش یه چیزی رو به زور بفروشید. باید یه همچین حسی و مشتری به دست بیاره. میخواید بهش مشاوره بدید، خب که اگه دوستاش بخره. پس همین اول نذارید تو فشار سریع چیزی و مشتری حس بکنه که شما دارید تلاش میکنید بهش بفروشید، نمیخره. این یه رمزیه که بهتون بگم. اصلا نباید یه حسی تو مشتری ایجاد کنید که فرار کنه. خب به قولی نباید شما یه همچین حرکتی رو انجام بدید. همین اولش شروع کنید خیلی محترمانه صحبت کردن و سعی کنید چیزایی که میدونید و تا الان یاد گرفتید و تو صحبتتون استفاده کنید. در کنارش حالا به نسبت اون شخصیت، مثلا میبینید کسی که تماس گرفته یه صدای شاد و سرزنده‌ای داره، اگه تونستید با این فرد یه شوخی ریزی هم بکنید، خب که اون احساسی که قبلا بهتون گفتم همزاد پنداری، اون احساس ایجاد بشه که بیاد بغل شما نه روبروی شما به عنوان خریدار. ولی اگه دیدید یه فردیه که مثلا پشت تلفن خیلی خشک صحبت میکنه و جدیه، نباید شوخی بکنید باهاش، حتی شوخی ریز، چون اینجور افراد معمولا درونگران، خوششون نمیاد، اون حس راحتی رو دوست ندارن، دوست دارن روابطشون بیزینسی باشه. پس اینو باید خودتون تشخیص بدید توی صحبت کردنتون. لحن بیانتون خیلی باید رسا باشه، تون صحبت نکنید و از کلماتی استفاده بکنید توی فروش که بازم دارم میگم مشتری حس نکنه که دارید بهش میفروشید. نباید فکر کنه شما دارید میفروشید، چون در میره. از خودتون در نظر بگیرید. مثلا شما وقتی میخواید یه چیزی رو بخرید، وقتی یکی اصرار میکنه آقا این خوبه اینو بخر اینجوری کن، نمیخری، در میری، حالا اون زیر قیمت باشه، جنس خوبی باشه، هر چی. پس توی فروش شما نباید یه کاری بکنید که مشتری احساس بکنه که دارید بهش میفروشید. این تکنیک رو یادتون باشه. توپم که میندازید زمین مشتری، اول اون شروع میکنه سوال پرسیدن و با توجه به چیزایی که میپرسه بعد شروع میکنید به جواب دادن، به مشاوره دادن. این تکنیک لحن بیان و کلماتی که استفاده میکنید خیلی مهمه. من الان یه چند نفر رو بررسی کردم، یعنی یه نفر تو مجموعه خودمون رو من سر همین موضوع اخراج کردم، چون واقعا نمیدونست داره چی کار میکنه. یعنی مشتری که زنگ میزد، چون مثلا بهشون پورسانتی میدیم دیگه، زنگ میزد شروع میکرد همین اول ما اینو داریم قربان، این انقدر تخفیف خورده، انقدر خوبه، این محصولمون درجه یک فلانه. بابا نکنید این کارو. من دارم اینو باب این تجربه 4-5 ساله‌ای که دارم انجام میدم بهتون میگم. سعی نکنید مشتری رو اینجوری بپرونید. با مشتری سعی کنید یه رابطه خوب و آرومی رو شروع بکنید که پیش شما احساس راحتی بکنه، ولی حس نکنه که شما دارید بهش یه جنسی رو میفروشید. این نکته‌ای بودش که دوست داشتم بهتون بگم. تا بقیه توضیحاتم ضبط میکنم و واسهتون میذارم تو کانال. موفق